روز گذشته در تئاتر مسکی موسیقی به نام کمال خوجنده در دایره روزهای فرهنگ فدراسیون روسیه در تاجیکستان انسامبل دولتی اکادمی رقص‌های خلقی ادیگه نالمس برنامه رنگین خود را پیشکش تماشابینان گردانید. در برنامه اشتراکداران رقص‌های قدیمی ادیگه، کمپوزیسی‌های خورئوگرافی، صحنه‌های رقصی با حکایت‌های عجایب را تماشا کردند. یادآور می‌شویم که روزهای فرهنگ روسیه در تاجیکستان با دستگیری وزارت‌های فرهنگ روسیه و تاجیکستان، سفارت روسیه و نمایندگی روس‌ساترودنیچستو در جمهوری برگزار شد. انسامبل مذکور در دوام زیاد از 80 سال موجودیت زیبایی و اصالت رقص ادیگه‌ای را که با خلق تولد یافته با آن از عصرها گذشته است افاده می‌کند. همین آنچه که خلق در طول عصرها از سر گذرانده است در رقص‌ها تجسم می‌یابد. ادیگه‌ها در افاده حسیات خودداری می‌کردند، مختصر بودند، ولی در رقص قوه خلق، میل و خواهش بی‌پایان آنها به آزادی، نیرو و قوه روح را دیدن ممکن بود. تمام زیبایی رسم و آیین و شان و شرفی که به چرکس‌ها خاص بود در رقص‌ها ظهور می‌یافت. در حقیقت این دسته هنری ثروت بی‌بهای ادیگه میباشد. طول 10 سال میشود که من در این دسته هنری کار و فعالیت دارم و به تاجیکستان سفر اولین هنری ما میباشد. در دایره روزهای فرهنگی فدراسیون روسیه در تاجیکستان این برنامه کنسرتی دومی ما است. به ما تاجیکستان بسیار پسند آمد. ما امروز برنامه‌های کنسرتی بسته طلایی انسامبل خود را نمایش خواهیم داد. تماشابینان می‌توانند رقص قدیمی و معاصر ادیگه، حتی رقصی که تاریخ بیش از 150 ساله را دارد و ما آن را نو احیا نمودیم بینند. ما 6 برنامه کنسرتی داریم و امروز برنامه ما 1 ساعت و 40 دقیقه دوام می‌کند. برنامه انسامبل از رقص و موسیقی خلقی عبارت است. مهارت بلند اجرای هنرمندان، سرلباس با شکوه، موسیقی نوتکرار ملی از لحظه اولی برنامه کنسرتی تماشابینان را مفتون کرده آن را تا آخر نگاه می‌دارد. هر یک برآمد انسامبل نالمس ایده رنگین، تماشابوب، سرآدم است که حس مفتون مدنیت خلق را بیدار می‌کند. گروه کاری ما همه اولین مراتبه به تاجیکستان آمدند. ما از طبیعت و زیبایی سرزمین و مدنیت مردم تاجیک به وجد آمدیم. ما را در سطح بلند پیشواز گرفتند. امروز ما از استخوان‌ها دیدن کردیم و درباره تاریخ بوی و رنگین تاجیکان آگاهی پیدا کردیم. در مجموع گفتنی هستم که امید دارم در آینده سفرهای کاری ما به تاجیکستان بیشتر می‌شوند. نالمس از زبان ادیگه‌ای همچون سنگ گرانبها ترجمه شده است. هزارها کنسرت‌ها در صحنه‌های بهترین جهان، میلیون‌ها تماشابینان شایان تحسین، مکافات‌های عالی دولتی، ده‌ها اسپکتاکل‌های باشکوه و صدها ارتیستان سطح بلند کسبی. همه این گنجینه مدنیت ادیگه‌ای انسامبل نالمس میباشد.